سلام. بعد از کلی ویدیوی مختلف وقتش بود بریم سراغ سولانا و یه حال اساسی بهش بدیم. البته ما قبلا تو پیج اینستامون 2 تا ویدیو کوچیک در مورد خالق سولانا داشتیم و در مورد رشد قیمتش هم حرف زدیم، ولی این قراره از همه اونا کامل‌تر باشه. اگه تو یوتیوب سرچ کنید سولانا چیه، 50 تا ویدیو میاد در مورد پیش بینی قیمت و آموزش ترید و نمیدونم این ویدیوهای در مورد پروف اف هیستوری و مصاحبه آدمای سرشناس و کلی چیزای بی ربط دیگه. و هیچ کدومشون هم کامل نیست که همه چیزو بخواد در مورد سولانا یه جا و ساده توضیح بده. به کانال رودیو خوش اومدید. اینجا بهترین کانال یوتیوبی برای آموزش رمزارزاست و ما هم می‌خوایم مفاهیم دنیای کریپتو رو با مثالا، داستانا و تصویرهای خیلی ساده توضیح بدیم تا راحت متوجهشو بشی. تو این ویدیو قرار بفهمیم سولانا چیه، چه ویژگی‌های عجیب و جالبی نسبت به اتریوم داره و در آخر هم یکم وارد بحث توکنومیکس میشیم که شاید بتونی ازش برای پیش‌بینی قیمت استفاده بکنی. اما قبل از اینکه بریم سراغ بحث‌های فنی، بذار بهت بگم که چرا سولانا انقدر خفن شده و اصلا کی ساختتش. آناتولی یاکوبنکو کسیه که اولین وایت پیپر سولانا رو نوشت. چیزی که باید بدونی اینه که اون واقعا آدم باهوشی و حدود یه دهه تو شرکت کوالکام کار کرده. اگه بخوای وایت پیپرش رو بخونی، احتمالاً سردرد میگیری چون خیلی فنیه. و شاید تنها چیز جالب که توش باشه اینه که اسم این بلاک چین از ساحل محبوب آقای آناتولی یعنی سولانا اومده. خب حالا بریم سراغ این که چرا قیمت سولانا تو این چند سال اخیر اینقدر اوج گرفته. اول از همه توی سولانا زمان ساخت هر بلاک 400 میلی ثانیه است که خیلی سریع. اگه بخوای بهتر بفهمی باید بگم که این زمان توی اتریوم 10 ثانیه است و توی بیت کوین 10 دقیقه. و تازه سولانا ادعا میکنه که میتونه تا حدود 710,000 تراکنش در ثانیه رو پردازش کنه که تقریبا 30 برابر بیشتر از چیزی که سیستم ویزا الان داره انجام میده. البته خودشون تا حالا نیومدن بیشتر از 50,000 تراکنش در ثانیه رو اجرا کنن، ولی این به معنی نیست که نمیتونن، فقط هنوز امتحانش نکردن. پس شبکه سولانا هم سریع، هم قوی و هم ارزون و حتی از لحاظ کارمز قابل رقابت با کوین ماتیکه، یعنی یه چیزی در حدود 0.01 سنت. اما حالا بریم ببینیم چی باعث شده که هم انقدر سریع باشه و هم انقدر ارزون. اولین چیزی که باید توضیح بدیم مکانیزم اجماعشونه، یعنی اون روشی که همه روی این توافق میکنن که بلاک چین باید چی باشه. سولانا نه از پروف اف ورک استفاده میکنه، من از پروف اف استیک به طور کامل. آناتولی یه سیستم جدید به اسم پروف اف هیستوری معرفی کرده که در واقع همون پروف اف استیکیه که یه پارامتر به اسم زمان بهش اضافه شده. اینم باید بدونید که پروف اف هیستوری خودش یه مکانیزم اجماع نیست، بلکه یه روش برای ادغام زمان توی داده‌های بلاک چینی. اون از تایم استمپ استفاده میکنن تا برای هر بلاکی تاریخ و ساعت دقیق بذارن. این باعث میشه تایید کننده ها خیلی سریعتر بتونن ترتیب بلاک‌ها رو بدونن و بدون اینکه لازم باشه دائم از هم ترتیبا رو بپرسن، اونا رو ثبت بکنن. برای اینکه خفن بودن این موضوع رو بفهمی، باید بهت بگم که باقی بلاک چین‌ها همیشه سر توافق زمان با هم مشکل دارن. ما آدما راحت میتونیم بفهمیم که ساعت واقعا چنده، اما کامپیوترهای شبکه نمیتونن، چون نمیتونن مثل ما به گوشیشون نگاه کنن یا حتی از روی خورشید اینو بفهمن. برای همین این نودا بعد مدام با هم چت بکنن و سر یه زمان به توافق برسن. و بعدیش هم اینه که این کار باید قبل از ثبت هر بلاک انجام بشه و حالا ببینید چقدر این کار زمان میبره. ولی سولانا چیکار کرده؟ سولانا اومده با ایده پروف اف هیستوری این مشکل رو حل کرده تا همه بتونن روی بلاکاشون تایم استمپ بزنن و از یه الگوریتم رمزنگاری استفاده بکنن تا دیگه لازم نباشه منتظر بقیه بلاکا بمونن و روی زمان توافق بکنن. در اصل چون یک زمان اختصاصی روی هر بلاک درج میشه، ما میتونیم بعداً ترتیب بلاک‌ها رو بر اساس همون زمانا مرتب بکنیم. بذاریم با یه مثال ساده‌تر این ماجرا بهتون توضیح بدم. فرض بکنین کوچ کردیم به یه شهر دیگه و از همه فامیل می‌خوایم براتون یه نامه بفرستن و می‌خواین اونا این کارو روز به روز انجام بدن. پس اول باید یه نامه براشون بفرستین و بعدم اونا باید همه نامه‌هاشون رو برای شما بفرستن. زمانی که نامه‌های شما و اونا توی پست هست، خودش یه پروسه خیلی زمانبر و طولانیه. حالا چی میشه؟ اگه دفعه بعدی که اونا رو می‌بینی فقط بگین که مثلا دایی جان بی زحمت نامه‌تو برای من 3 بهمن ساعت 4 بعد از ظهر بفرست. اینجوری دیگه لازم نیست هر بار یه نامه بزنید و زمان ارسال به هر نفر اعلام بکنید. خلاصه میتونید طوری تنظیمش کنید که داییتون، خالتون و پسر خالتون به ترتیب از 3 بهمن تا 5 بهمن نامه‌ها رو بفرستن و الی آخر. ما می‌خوایم این نامه‌ها رو به ترتیب بخونیم. اما مشکل اینجاست که ممکنه هر کدوم از خدمات پستی مختلفی هم استفاده کنن و هر کدوم هم زمان ارسالش فرق بکنه. از یه طرف ممکنه داییتون الان توی سفر کاری باشه و چند هزار کیلومتر با شما فاصله داشته باشه، پس هیچ وقت نامه‌ها طبق تاریخی که تو بهشون گفتی به دستت نمیرسن. اما در عوض چون توی هر نامه زمان ارسال درج شده، تو میتونی بر اساس همون نامه رو مرتب بکنی. اساساً پروف اف هیستوری به نودا اجازه میده که فقط بلاک ها رو به سمت ما ارسال بکنن و چون بعضی از افراد اینترنت سریعتری داریم، میتونیم فرض بکنیم که اونا درباره تاریخ ارسالشون راست میگن و بعداً اونا رو مرتب بکنیم و بلاک چین اضافه بکنیم. پروف اف هیستوری البته نکات دیگه‌ای هم داره که به زودی توی یه ویدیو جدید ازشون میگیم. پس لطفاً اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی این کارو بکن که از ویدیوهای جدیدمون جا نمونی.
پس توی مثالی که گفتیم دایی، خاله، پسر خاله و غیره میشن همون نودایی که بلاگ میفرستن و ما به کمک محاسبات ریاضی و تایم استمپی که توی نامه درج شده میتونیم بفهمیم که دایی دقیقاً 3 بهمن ساعت 4 بعد از ظهر نامه‌شو فرستاده. یه چیز جالب دیگه توی سولانا اینه که هر 25 تا بلاگ به صورت همزمان توسط 25 نفر تایید میشه و این خودش یکی از دلایلیه که میتونه از ویزا جلو بزنه. یه نکته دوست داشتنی دیگه اینه که توی سولانا تبدیل شدن به یه نود یا تایید کننده خیلی سخت نیست و عملاً هیچ نیازی نیست که حتماً بخوای یه شخص خاصی باشی. توی شبکه اتریوم تو لازم حداقل 32 تا اتریوم داشته باشی که به قیمت الان میشه در حدود $100,000. ولی توی شبکه سولانا فقط کافی یه مقدار خیلی کم سول داشته باشی و هر روز هم یه هزینه بابت رای گیری بدی. اما این هزینه یا فی رای دادن یه خورده رو مخم هم هست، چون الان این فی روزانه حدود 1 سولانا است که در سال میشه تقریبا $70,000. به نظر مسخره میرسه، ولی خب الان تقریبا 1000 نفر دارن این کارو میکنن، شاید یه چیزی میدونن که ما خبر نداریم. اما بریم سراغ یه چیزی که هیچ بلاک چین بزرگ دیگه تا حالا امتحانش نکرده و اسمش هم هست سطح دریا یا سی لول. از نظر تکنیکی این اصطلاح بامزه است برای توصیف این واقعیت که اعتبار سنجا میتونن کد قرارداد هوشمند رو به صورت موازی اجرا بکنن. یعنی چی؟ ببین فرض کن تو یه نفر آدمی داری تو خونه تنها زندگی می‌کنی و بعد ظرفا رو بشوری، لباسا رو بندازی تو ماشین، زمین رو تی بزنی و کلی کار خونگی دیگه. چون یه نفری باید همه این کارا رو دونه دونه و پشت سر هم انجام بدی. میگم کار سریالی. ولی اگه بتونی از خودت 2 تا کپی درست کنی، اون وقت میتونی همه کارا رو همزمان انجام بدی. این کاری که سولانا دقیقاً داره با قراردادهای هوشمندش انجام میده. اصلا خودش یه جمله جالب تو سایتشون دارن که میگه داداش ما مشکل مثلا نرم افزار نیست، ما محدودیت سخت افزاری داریم. یعنی اگه انویدیا بتونه تعداد خطوط SIMD خودش رو 2 برابر بکنه، ظرفیت محاسباتی شبکه ما هم 2 برابر میشه که یه جورایی انویدیا رو مثلا دیس کرده. به هر حال به نظر من جالب میشه ببینیم بیت کوین و اتریوم چجوری میخوان با ابر کامپیوترهای 10 تا 50 سال آینده کنار بیان. اما قبل اینکه بریم سراغ موضوع بعدی یعنی توکنومیکس، اینم بگم که قراردادهای هوشمند سولانا با اتریوم خیلی فرق دارن. اتریوم از یه سیستم ماشین مجازی برای اجرای کدای سالیدیتیش استفاده میکنه، در حالی که سولانا از زبان برنامه‌نویسی راست استفاده میکنه. راست یه زبان سطح پایینه، یعنی از لحاظ برنامه‌نویسی خیلی قدرتمنده، اما کد زدن باهاش وقت بیشتری میبره. و یه نقطه ضعفش هم اینه که توسعه دهنده‌ها نمیتونن پروژه ها و دی اپ های خودشون رو مثل بقیه بلاک چین ها از شبکه اتریوم کپی پیست کنن. همه چیز باید از صفر کد نویسی بشه، اما در عوض قرارداد هوشمندشون قدرت بیشتری نسبت به اتریوم داره. اما بریم سراغ بحث توکنومیکسمون، چون میدونم خیلیاتون ویدیوها رو میبینین که بتونید در مورد سرمایه‌گذاری توی یک کوین یا پروژه تصمیم بگیرید. این رو هم بگم که ما اصلا نه قراره اینجا برای شما ترید بکنیم، نه شما رو تشویق میکنیم به خرید یک کوین خاص یا سبدگرانی و همه این کارا. ما فقط داریم یه سری ویدیوی آموزشی باحال و ساده در مورد مفاهیم بلاک چین تولید میکنیم. احتمالاً میدونید که کوین سولانا اسمش سول است و ازش برای پرداخت کارمزد و باقی چیزا تو بلاک چین استفاده میشه. تا جایی که میشه گفت سولانا هم تورمی هم ضد تورمی. یعنی چی؟ ضد تورمیه چون تا مدت‌ها 100% کارمزد تراکنش سوزون نمیشه و الان هم حدود 50% سوزون نمیشه. اما تورمیه چون جدیداً یه برنامه تورمی تصویب کردن که پاداش استیکینگ به مرور زمان کم شه و طی سالهای آینده به حدود 1.5% برسه که خب خود این باعث بالا رفتن ارزش این کوین میشه. از نظر عرضه کلی اونا اولش حدود 500 میلیون توکن داشتن و طبیعتاً با پاداشای اثبات سهام این عدد بیشتر هم میشه. همینجور تو بحث توزیع اولیه 4 دور تامین مالی خصوصی قبل از ICO اولشون وجود داشت. توی اون 4 دور اولیه حدود 36% از عرضه رو فروختن و اونم با قیمت خیلی ارزون، یعنی یه چیزی در حدود 25 سنت. و می‌بینید که الان قیمت سولانا تا همین چند وقت پیش از $200 هم گذشت. 13% دیگه از توکن‌ها به مؤسسین پروژه رسید، 10% به بنیاد سولانا و 39% موندن به پروژه‌های جامعهشون اختصاص داده شد که الان هم از طریق همون بنیاد نگهداری میشن. یه چیز عجیبی که فهمیدم این بود که یه ولت سولانا حدود 13 میلیون توکن داشت و هیچ کس هم نمی‌دونست چرا. برای همین اومدن همینجوری یه سریشو سوزوندن. یادتون باشه پس ولتتون رو گم نکنید. یه اتفاق بامزه دیگه هم مربوط میشه به دسامبر 2020 که شبکه حدود 6 ساعت قطع شد. به نظرم ترسناک هم بود چون آخه یه پروتکل غیر متمرکز اصلا نباید هیچ وقت قطع شه، ولی چه جوری شده خدا میدونه. شاید همه شرکت کننده های شبکه یه باگ مشترک داشتن، ولی به هر حال این ماجرا هیچ تأثیری توی قیمت سولانا نداشت. یادتون باشه که سولانا دیگه از مرحله بتا گذشته و اگه می‌خوای روش سرمایه‌گذاری کنی یا بر روش دی اپ بنویسی میتونی انجامش بدی.
قبل از اینکه ویدیومون تموم شه بگم اگه به تحقیق در مورد کوینا و توکن ها علاقه داری یا دوست داری که این مفاهیم از صفر یاد بگیری یا اینکه اصلا چجوری با دیفای میشه پول درآورد، همه این کلاهبرداری‌ها رو بشناسی، میتونی راهنمای رایگان ما رو توی همین پیج ببینی. مرسی که ویدیو رو دیدی، امیدوارم لذت برده باشی و حتما توی ویدیوهای بعدی ببینمت.